بچه ها خوش اومدید به ویدیو دیگه، یعنی ویدیو اول از کانال چنل. بچه لطفا ما لایک کنید و سابسکرایب کنید. ما الان در فرودگاه قرار نمیدونم اولین ویدیومون در فرودگاه. بعد داریم میریم تو استانبول، بعدش هم داریم میریم الان. شاید در ایران نباشید ولی ما داریم به فلان مواجهه میکنیم و این داستان ما واسه همین دارم ویدیو میگیرم و شما نشون بدم همه چی رو. ما ترکیش ایرلاینز، خب نگاه کنید ترکیش ایرلاینز. اول باید بریم استانبول و میریم خب ساعت 11 پرواز. نگاه کنید وسیله خیلی وسیله داریم. بعد وسیله داریم که وسیله هامون انقدر زیاده اینجا انقدر مردم حرف میزنن. نگاه کنید ما باید بریم گیت 41. نگاه کنید چقدر صفه، دیدین چقدر صف بود. صف ها رو صف همه جا صف، همه جا هم صفه. چون همه جا صفه ما الان باید 2 صف باشیم تو صف و ویدیومون رو بگیریم. بریم صف رفت جلوتر. ما هم الان میریم جلوتر. صف رفت جلوتر. خب لطفا لایک کنید اگه دوست دارید پارت دوم ویدیو رو در فلان بذارم لطفا بگیریم که ما ایستبازرسی رو رد کردیم واسه این با گیر ندن که بگید آیا تو فیلم بگیریم این رو باید بذاری تو فلان خب من بند شد ما الان اینجا باشتادیم که الان باشتادیم که بریم فنلاند. بعد باشتادیم لطفا لایک کنید که برای پارت دوم که در فلان فردا که آماده باشیم. این ویدیو رو شاید الان که من ویدیو رو میکنم امروز چندمه؟ 28 خب 28 شهریور 1403 ساعت 11 نه ساعت 8 ساعت 9 که من دارم این فیلم رو میگیرم. ما پروازمون ساعت 11 و 5 دقیقه است. خب شاید من این ویدیو رو توی مثلا فردا آپلود کنم فرستیم به فلان و فلان رو به توی فرداش آپلود کنم فرستیم که یه روز فلان خوابیدیم. پس همین آماده باشید برای پارت لایک کنید که من اگه از این پارت همین ویدیوهای مهاجرت بیشتر دارید میخوام خونمون رو نشون بدیم تو پارت بعدی. آماده باشید که خونه جدید ما رو ببینید. خونه جدید ما رو دیدید لطفاً اگه بهش 6 تا نمره بدید. اگه 0 میدید 0، اگه 10 میدید 10 بدید، اگه 1 میدید 1. هر نمره دوست دارید. اگه کم بدید اصلا 0 بدید. من اصلا ناراحت نمیشم، مشکل نداره. شاید پسند شما نباشه و دوست داشته باشید ممنون، هیچ مشکل نداره. اگه دوست داشتید ویدیو لایک کنید، اگه هم نمیخواید هیچ مشکلی نداره، فقط بشه این ویدیو هم ببینید. اگه هم نمیخواید بزن ویدیو بعدی ویدیو یا الان ویدیو این پایین هست بزن ویدیو این پایین هست. اگه هم دوست دارید سابسکرایب لایک کنید و کامنت اگه دوست دارید. اگه دوست ندارید ببینید اصلا اگه دوست ندارید من نمیخوام دارم مسئله نمیکنم، واقعا نمیگم. اگه اصلا دوست ندارید ویدیو ببینید اگه دوست ندارید لایک کنید لایک کنید اگه هم دوست ندارید هر کاری دلتون میخواد حتی اگه دوست دارید یعنی هیچ نداشته باشید لطفا که هیچ ندارید. الان ما بریم الان بعدش میخوام بریم آمریکا بشه یوتیوب. رو 50 هیچ نیست رو برای اونایی که ما میخوایم بریم فقط خیلی شلوغه، مشکل دارن ها. این شلوغ نیستش، اونایی که ما میخوایم بریم شلوغه، مشکل اصلا همه چی 11 تا 48 دیدیم ما 41 تا 48 45 بر ماه ترکیش ایرلاین. اولی
صف 45 بچه باشیم تا بعدی ویدیو توی هواپیما خدا حافظ.